خب همونجوری که تو ابتدای برنامه و تقدیم برنامه متوجه شدید، امشب آیین پاسداشت و تکریم شهیده بزرگوار هنرمند نقاش سرکار خانم منصوره عالیخانی. به همین فراخور دعوت کردیم از جناب استاد عبدالحمید قدیریان، نقاش، استاد برجسته و مدیر آثار هنری در حوزه سینما، که به میز فرهنگ خرمشهر قدم رنجه کنند و پیرامون این شهیده بزرگوار با هم گفتگو کنیم. آقای قدیریان سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به خرمشهر. منم سلام میکنم خدمت شما و بینندگانتون و تسلیت میگم یه طرف و یه طرفم این روزایی که روزای عجیبیه که داریم سیر میکنیم، روزاییه که تازه داریم بالقوه های مردممون رو داریم به فعل میبینیم. این فضای همدلی، فضای زیبای ارتفاع گرفتن جامعه در جهت ارزش‌های انسانی الهی، خب فضای قشنگی داره اتفاق میفته و بسیار زیباست و خیلی وقتا میشه این کلام حضرت زینب رو گفت که ما رأیت الا جمیلا. واقعا تو این حادثه خیلی اتفاقای زیبایی افتاد اگر از دریچه فرهنگ بهش نگاه کنیم. ما عزیزانی از دست دادیم آقای قدیریان، همشون گوهر بودن، همشون برای ما یه ملت بودن، برای ما عزیز بودن. به فراخور این سوگواری که میکنیم سعی میکنیم روایت کنیم از یک حماسه، به تعبیر شما از یک ارتفاع گرفتن، از یک اوج گرفتن. تعبیر خیلی عجیبیه. شما سالها بوم و سپایه نقاشیتون کنار کسی بود که امروز برمیگردین احتمالاً دست راستتون نگاه کنین جای خالیشه، مثل همین قبل آنتن بغض میکنید یه خورده میریزید به هم. از آشناییتون و همکاریتون با خانم عالیخانی بگید تا من سوالات بقیه رو بپرسم. خب تو حوزه هنری فضای خیلی هیئتی و دوستانه است، سالهاست، یعنی از بعد انقلاب واحد تجسمی حوزه تو دوره‌های مختلف، حالا به فراخور فراز و نشیب، فضای دوستانه‌ای بوده. چرا؟ چون که معیار به اصطلاح بچه‌هایی که اونجا کار میکنن هی درگیر ارزش هان، یعنی به عنوان یکی از مسئولیت‌های عمده بچه‌های هنرمند انقلاب اینه که بگردن تو جامعه ارزش‌های الهی انسانی که پیدا کنن، به تصویر بکشن، نشر بدن، گسترش بدن. رو همین حساب فضا خیلی فضای صمیمیه. سالها من در کنار سپاهی خانم عالیخانی بود، خدا رحمتشون کنه. حضورتون عرض کنم که و خاطرات زیادی در بحث‌های فرهنگی داشتیم. بعضی وقتا ساعت‌ها میشستیم با هم صحبت میکردیم. ایشون به دلیل طبع لطیفی که داشت خب خیلی حساس بود، اتفاقایی که در جامعه و در پیرامونش اتفاق می افتاد و با یک تب و تاب و با یک حرارتی بحث می کرد و شروع می کردیم تبیین کردن مباحث و این اتفاقا و خاطرات خوبی داریم. اولین برخورد رو میگین؟ اولین مواجهه هاش؟ والا یادم نیست، چون که ما خیلی منم سنم دیگه بالا رفته دیگه، حافظه ندارم، ولی آخریشو یادمه. ایشون یه تابلو داشت کشیده بودن چندین سال. تابلوهای خانم عالیخانی رو ببینیم برای آقای قدیریان هم. بله. ایشون چندین سال پیش یه تابلو کشیده بودن راجع به عصر عاشورا. یه تابلوی بزرگی هم بود، فکر کنم 2 متر در 3 متر بود، یعنی یه چیز خیلی. همینی که الان تو نگارخونه حوزه گذاشته همین که الان تو نگارخونه حوزه است. ایشون کار کرده بود، شاید حدود مثلا 6-7 سال پیش کار کرده بود و به اتمام هم رسیده بود، ولی اون رضایت، آخه هنرمندا یه لحظه رضایت دارن که مثلا کار در اومد، اون حس بهشون دست نداده بود. طبق فرهنگ ما معمولا این تابلو رو میذاریم کنار، مدتی بهش نگاه نمی کنیم و سعی میکنیم فاصله بگیریم، بعد دوباره با یه نگاه جدید بهش نگاه میکنیم که ببینیم ایرادی چیزی اگه داره رفتش. ایشون چون تابلو بزرگ بود و موضوع هم بزرگ بود، این تابلو رو گذاشت کنار، ولی جرئت نمیکرد دوباره بره قلم بزنه. این طرف هم کار تموم نشده بود، یعنی توی دوگانگی گیر کرده بود چندین سال. بعد این اواخر من شاید مثلا 2-3 ماه قبل از شهادتشون
من هر دفعه میدیدم میگفتم این تابلو رو تموم کن، این تابلو حیفه، بالاخره سر و سامان بگیر به یه امضایی برسون که بشه استفاده کرد ازش، چون نه اجازه میداد که ما مثلا نشونش بدیم، میگفت تا تموم نشد. هی هم میگفت باشه باشه باشه. آخرین باری که دیدم یه چند روز قبل از شهادتشون، من تو راهرو بودم، من چون سر فیلم برداری بودم نمی اومدم یه مدت حوزه، اون روز رفتم تو حوزه، یه دفعه تو راهرو دیدم دنبالم میاد میگه که آی قدیرین، گفتم بله. گفت من این تابلوهایی که گفتید میخوام شروع کنم. شروع کردم که تمومش کنم. آره دیگه همت کرده بود، تابلو رو آورده بود پای سپاهیه و که شروع کنه که تموم کنه، که دیگه خب خداوند دیگه به درجی رسوندش که دیگه تابلو رو عملا تموم کرد، یعنی به اون یعنی فضای شهادت رو رفت لمس کرد خودش. خدا بیامرزتش. خانم بسیار موقر، بسیار متین و دلسوزی بود و بسیار حساس. خدا ایشالله همه شهدا رو قرین رحمت کنه ایشالله. آقای قدیریان، ما همیشه وقتی که از هنر انقلاب صحبت میکردیم معمولاً آن چیزی که در ذهن متبادر میشد آقایون بودن، مردها بودن. یعنی میدونین مثلا ما از آقا مرتضی آوینی یاد میکنیم، در مثلا عزیزانی که زنده‌اند و مثلا امکان حضور خدمت، مثلا از آقا ابراهیم حاتمی کیا یاد میکنیم. اینی که یک زن هنرمند به این درجه از افتخار نائل میشه که بالاترین فوز شهادت و یه تجلی داره برای ما برای هنر انقلاب. اینو باید چیکار کنیم اگه بخوایم روایتش کنیم، اگه این حماسه رو بخوایم امتداد بدیم؟ ببین واقعیتش این که بیان ارزش ها زن و مرد نداره، ولی تفاوتش یه مقدار در روحیاته. خب خانوم ها به دلیل اون طبعی که دارن به یه ظرایفی انگوش میذارن، ظرایفی و واسه شون به اصطلاح مطرح میکنن که خب ممکنه آقایون یا کمتر یا با حساسیت کمتر. تفاوت تو اینه، وگرنه تو اصل داستان همه ماها واقعیتش این که به دلیل فطرت یکسانی که داریم هممون رو هم حساب هممون طالب ارزش ها هستیم، هممون تلاش میکنیم به خوبی ها دست پیدا کنیم، هممون تلاش میکنیم از بدی ها فاصله بگیریم. همه این ارزش ها هنرمند انقلاب یکی از کاراش سر همینه، اینکه شناسایی این فطریات، تبلور این فطریات در آثار و ذکر، یعنی این دیدن این آثار در اصل یک جور ذکره، یک جور به اصطلاح یادآوری ارزش ها. حالا اون تنبه تو مرحله به اصطلاح بعدیشه، ولی اینکه هنرمند در اصل داره فضایی که خودش سیر کرده رو به تصویر میکشه، شما رو دعوت میکنه به جهانی که خودش سیر کرده. و چون جهان هنرمند انقلاب جهان ارزش هاست، طبیعتا آثارش، حالا نه همه آثار، چون بالاخره خود هنرمندم افت و خیز داره، بالاخره انسان هزار جور گرفتاری داره، بعضی وقتا ممکنه فاصله بگیره، ولی در کل هنرمند انقلاب هنرمندیه که فضاهای زیبای ارزش‌های الهی فطری رو سعی میکنه به تصویر بکشه. مخصوصا اگه هنرمند، چون که انقلاب در اصل کارش همینه، انقلاب در اصل زنده کردن ارزش‌های الهیه و اصرار روی برپا شدن برنامه خداست. رو همین حساب این جزو کارهای یه هنرمنده که طبیعتا ایشون هم به عنوان هنرمند خانوم تلاش میکرد که این مسیر رو طی کنه. ما برای این تعبیر هنرمندی که شما استفاده کردید معمولا دو تا چیز به ذهن نزدیک میشه. یکی اینی که هنرمند جلوتر از عصر خودش رو میبینه، جلوتر از زمان خودش رو رصد میکنه، یا بعضی موقع ها این امکان زمانی و جلوتر بودن نیست، زاویه متفاوتی از این اتفاقه. یعنی ممکنه همه عصر بقیه کسانی که دارن نفس میکشن، زندگی میکنن، در این اتمسفر زندگی میکنن، زندگی میکنه، ولی زاویه نگاه متفاوت تجلیش میشه اون اثر هنریش. تو این 12 روز هنرمندای ما کارهای عجیبی رو رقم زدن دیگه. نمیخوام مثلا من دیدم تو حوزه چند نفر، حسن آقای روح الامین یا بقیه عزیزان دست به قلم شده بودن، کارهای متفاوتی رو رقم زدن. آثار موسیقیایی ما که بعضیش واقعا پدیده‌های جنگ 12 روزه شده. در حوزه مدیح سرایی، مرثیه سرایی، همه اینها. هنرمند انقلابی با این
تعریفی که شما به ما دادید چه کار باید بکند برای روایت این 12 روز؟ ببینید حالا این 12 روز رو دو جور سوال کردید شما تو دو فضا. یکی یه فضای کلان صحبت کردید، یه فضای بسته. تو فضای کلان هنرمند متعهد یا پیشرو کسیه که جلوتر رو میبینه. خب هنرمند که علم غیب نداره که جلوتر رو ببینه. هنرمند به دلیل دقت در پیرامونش، نگاه عمیق‌تر نسبت به حوادث پیرامون، یا به قول قرآن نگاه در آیات خدا، اتفاقایی که در پیرامونمون داره میفته. چون خدا مدام داره با آیاتش با ما سخن میگه. حالا ماها توجه نمی کنیم، اون یه بحث دیگه است، ولی خدا مدام داره صحبت میکنه. یه هنرمند، مخصوصا هنرمند انقلابی مسلمان، تلاش میکنه که آیات پیرامونش رو رصد کنه و وقتی رصد میکنه متوجه میشه که خداوند چه برنامه‌ای ممکنه در پیش رو باشه. واسه همین ممکنه یه آثاری خلق کنه جلوتر از اون واقعه مطرح کنه. خب ما نمایشگاهایی داشتیم در سال گذشته که بحث جنگ با اسرائیل و اینو تبیین کردن، مطرح کردن، یعنی به عنوان یک اتفاق پیش رو مطرح کردن بعضی از هنرمندا. این اون ویژگی هنرمنده که فرکانس ها و سیگنال ها رو زودتر میگیره. بله. بستگی داره تو چه ارتفاعی باشه. خب اونایی که تو عالم کوریدور دنیا پروازیشون پایین‌تره. آره، اونایی که پایین‌تره، خب هر ارتفاعی باشه پیرامونش رو رصد میکنه. حالا اگه هنرمند به خاطر حالا سیر و سلوک و مباحث تربیتی ارتفاع بگیره، طبیعتاً وارد یه فضاهایی میشه، اموراتی رو میبینه، دریافت‌هایی داره و اون دریافت‌ها رو اگه به تصویر بکشه شما اونو میتونید بگید هنرمند پیشرو. خب ما داشتیم تو دوران دفاع مقدس و اینا، خب این تجربه ها رو داشتیم. البته تو دفاع مقدس نه تنها آیات رو نگاه میکنن، اتفاقهای پیش رو بعضی وقتا شهودی اتفاق میافتاد در چشم بچه ها، میدیدن صحنه‌های به اصطلاح ماورایی رو میدیدن، الهام میگرفتن، میومدن میکشیدن. یعنی اینا رو هم داشتیم ما تو دفاع مقدس. ولی کلا تو این بحث 12 روزه، خب شما تو این برنامه ها خیلی صحبت کردید راجع به این جنگ تحمیلی 12 روزه. خب همه نگاهایی هم که مطرح شده، یعنی بیشتر آدم تو تلویزیون میبینه یا نگاه سیاسیه یا نظامی امنیتی. تو این فضا طبیعی هم هست، خب چون شرایطی. ولی وقتی وارد فضای هنر میشی طبیعتا نگاه فرهنگیه. یعنی باید بریم به طرف نگاه فرهنگی. نگاه فرهنگی چیه؟ نگاه فرهنگی همون فرهنگ انقلابه. فرهنگ انقلاب چیه؟ فرهنگ انقلاب تجلی توحیده. یعنی نگاه توحیدی به حوادث. اینکه خداوند داره ما رو به کدوم مسیر میبره، چه برنامه‌ای در به اصطلاح پیش روی ماست برای رسیدن به اون مقصد متعالی. ببینید ما انقلابی که تعبیر حضرت امامه، انقلابیه که صاحب داره، انقلابیه که مقصد داره، انقلابیه که مسیر داره. خب این مسیر و این مقصد رو کی داره تعیین میکنه؟ خدا داره ما رو تربیت میکنه. چرا؟ ما داریم به یه نقطه نورانی میریم که خداوند تمام به اصطلاح نورش رو تام میخواد بکنه تو اون. بنابراین ماها باید جنسمون جنس نور بشه. شما تو همین 12 روزه این حس رو هممون کردیم، انگار که ملت ایران یه درجه نورانی شد، لطیفتر شد. اصلا چیز عجیبی بود. یعنی حالا یک سلوک جمعیه. حالا روانشناسا، ببینید روانشناسا و اتفاقا امروز یه سخنرانی داشتن تحلیل میکردن، به خیلی چیزا وصل میکنن، یعنی منویات ذهنی خودشونو تعبیر میکنن. مثلا چون اینجوری شد، چون اینجوری نگاه همه دنیاییه. ولی وقتی شما میایید از نگاه توحیدی نگاه میکنی، یعنی دوربین میاد بالا، یه استریم لانگ شات باز از فضایی که داره در جامعه و در جهان داره اتفاق میفته. ببینید یه انقلابی کردیم، الان همه تبعات رفتارهای جهانی به این انقلاب ما مربوطه. همه تحولات جهانی داره یک جورایی به انقلاب ما ربط پیدا میکنه.
کی این فضا رو ایجاد میکنه؟ کی داره این فضا رو کنترل میکنه؟ کی در 40 و چند سال ما با تمام این فشارها، با تمام این حمله ها ما رو حفظ کرده، ما رو تو این مسیر قرار داده و روز به روز داره عزتمون اضافه میشه. اصلا آدم حیرت میکنه با این همه مشکلات داخلی، با این همه ببخشید خائنینی که در داخل و خارج داریم و این همه دشمنان قسم خورده جهانی که یک اجماع جهانی رخ داده برای اینکه مقابل ما واسن، کی داره راهبری میکنه؟ کی داره ما رو از مسیرهای به این سختی که تجسم و تصورش هم سخته؟ شما یادتون هست دیگه تو اون جمعه خواب که بیدار شدیم تمام داشته هامون یه دفعه انگار رفت رو هوا. همه چیزایی که بهش متحیر بودیم. اصلا اون تحیر از چی بود؟ از اینکه تکیه داده بودیم به چیزهایی و اون چیزها رو خدا کشید. برای لحظاتی دیدیم هیچی نداریم، چون وقتی فرمانده نباشه موشک به درد نمیخوره که. دیدیم هیچی نداریم. اون حس رو خدا خواست ما تجربه کنیم، اینکه فقط به خدا تکیه. توی حالا مقاطع پیش رو نشأات آینده لحظه هست، حالا آیت قرآنه که زمین میپکه و ما دست به حبل الله باید بگیریم که مستقر باشیم و یعنی ریزش میکنیم. یک چنین چیزی حسی و ما تجربه کردیم تو اون صبح جمعه. ولی یه دفعه از ساعت 10-11 انگار خدا نورش رو آورد، قلوب ما رو مطمئن کرد. اون حرکت زیبای نظامیامون اتفاق افتاد، اون با به اصطلاح حرکت پاسخگویی رخ داد و جامعه انگار زنده شد. جامعه مرده یه دفعه زنده شد. ببینید با دید معرفتی که نگاه میکنید میبینید خدا چقدر قشنگ داره جامعه رو پله به پله تو مصائب و مشکلات داره رشد میده. ما تجربه کردیم، هممون با هم تجربه کردیم، نورانی شدیم. لحظاتی دلمون به حبل الله وصل شد، لحظاتی که انشالله به اصطلاح ادامه پیدا کنه. این وصل ما به نور خدا به قدری قدرتمند شد که تمام بافته ها، شما تو این توضیح میدید بچه هاتون که میان، من دیدم بعض وقتا توضیح میدن که چند سال اینا داشتن زحمت میکشیدن که این چند روزه رو مدیریت کنن. خداست که میاد با یک عنصری که دست یافتنی نیست برای دشمن میتونه دنیا رو مدیریت کنه، میتونه خیلی رفتارها بکنه، خیلی شناعتها میتونه، ولی نمیتونه ارتفاع بگیره که بیاد از تو ارتفاعات ما رو اذیت کنه. خداوند ما رو مرتفع کرد. وقتی مرتفع کرد دلهای ما به هم نزدیک شد. دیدیم ما چقدر همدیگه رو دوست داریم. الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوان. ما چقدر همدیگه رو دوست داریم. این تجربه رو محبتی که بین مردم نور ایجاد میکنه. ببینید این شما تو غزه هم ببینید، تو غزه بچه شهید شده، شوهر شهید شده، اون مادر بازمانده بچه رو بغل گرفته کنار جسد شوهر، میگه خداست که کافیه برای من. ببین یعنی دلشو به خدا گره زده، داره نور تولید میکنه. تو زبان معرفتی این تولید نوره. به قدر این نقطه های نوری در غزه قدرتمند شد و زیاد شد که شما میبینید قلوب آمریکایی هم، جوانان آمریکایی چیز شد، بیدار شد. یعنی وجدانهایی که تربیت شده بودن برای ستایش صهیونیسم، اصلا از اول بچگی به اینا یاد دادن که صهیونیسم یک باید ستایشش کرد، اومدن و مقابلش واسطادن. عدید معرفتی لحظات بسیار یعنی وقتی با این دید نگاه میکنیم میگیم ما رأیت الله جمیلا، هیچی جز زیبایی ندیدم. رشد یک جامعه اینم به این وسعت. چقدر شما میخواد برنامه بسازی، هزینه فرهنگی کنی که یک چنین رشدی رو تو یک جامعه ایجاد کنی؟ خداوند با یک مخارج هم داره، بله مخارج داره، هر چیزی مخارج داره، ولی چقدر زیبا و چه زیبایی هممون درک کردیم و لذت بردیم از همدیگه و از این با هم بودن. آقای قدیریان جسارت میکنم ازتون، میدونین این اتفاق ایرانی نیست، این اتفاق در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران نیست. یه ویدیویی رو مشاهده میکردم، عجیبه، صدای گریان یک دختر فلسطینیه
وقتی که موشک‌های ایرانی رو میبینه، بعد با اون صدای لرزان دعا میکنه اللهم سدد رمیهم، اللهم سدد رمیهم. نگوین این اتفاقی که میگین اتصال بین همه مستضعفین عالمه ها، بین همه آزادگان عالمه، اینه که همه رو به هم پیوند داده. ببینید با این دید ما متاسفانه رو بال مهدویتمون زیاد کار نمی کنیم. متاسفانه رو بال به اصطلاح آشورایی خوب کار میکردیم به خاطر شرایط، ولی رو بار مهدویتمون کار نکردیم. این دیالوگ شما خیلی مهدویه، اینکه خداوند همه هستی رو میخواد رفعت بده، دست همه ضعفا رو بگیره و بکشه بالا، ارتفاع بده، نورش رو پخش و اون میکنه. حبل الله امامه. بله ببینید همه چی داره اتفاق میفته، ما به سمت ظهوریم. خیلی مونده تا ظهور ها، نمیخوام زمان کنم، خیلی مونده تا ظهور. چرا خیلی مونده؟ بخاطر اینکه ما خیلی ناخالصی داریم و بعد توی شرایط مختلف اتفاقات باید لطیف شیم، باید هم کف اماممون بشیم. ما الان با اماممون خیلی فاصله داریم. درسته امام رحمتش زیاده، درسته امام کرامت واسه ما قائله، ولی جنس وجودیمون خیلی فاصله با اماممون داریم. ما این مسیر رو باید طی کنیم. تو چه شرایطی؟ خداوند صحنه ایجاد میکنه، شرایطی ایجاد میکنه. شما نکن هر فتنه‌ای که تو این کشور اتفاق افتاد، فتنه‌ای سنگینی رو ما گذروندیم. یه قدم جامعه رشد کرد. ابتلاعات نردبان‌هایی برای احسن. ببین روش رشده. یعنی شما نکن معلم میاد اجبار میکنه شما بشین اینجا این مسئله رو حل کن، شما سختی میکشی، درس میخونی، بیخوابی میکشی، ولی رشد میکنی و تا رشد نکنی ولت نمیکنه. خداوند رحمت للعالمین، به خاطر رحمتش ما رو به خودمون وا نمیگذاره. این از برکات داشتن یک چنین خدای زیبا و لطیف و دوست داشتنیه. سوال پایانی ما بپرسم ازتون استاد قدیریان، ما چی کار کنیم که هنر انقلاب، هنری که با خون، با قطره قطره تجلی پیدا کرده، تلالو پیدا کرده، قاب نشه، تو گالری نمونه، این چه جوری باید بیاد وسط مردم؟ ولی خیالتون راحت، اصلا تو گالری نمیاد. یعنی هنر انقلاب به چند دلیل. یکی این که خب واقعا ما هنرمند انقلاب نیستیم. اگر انقلاب و این تعریفی که الان من ارائه دادم باشه، خب ما خیلی کوچولوییم، فاصله مونده خیلی. ما زور داریم میزنیم یه چیزایی تصویر کنیم. هنرمند انقلاب وقتی اثر خلق میکنه، دلها رو با نورش باید جذب کنه. کدوم یکی از آثار من، حالا خودم میگم، که مخاطب ببینه دلش هوای اهل بیتو بکنه، یا دلش هوای، این چی میگم؟ یعنی اون وصل و اون معرفت فقط هم وصل نیست. وصل رو شما با شور میتونی، شما تو حیات شور ایجاد میکنی، یه چند دقیقه هم همه کیف میکنن، ولی وقتی حال مقام نیست. آره، بعد اینکه به اصطلاح بره تو خمیره من، تو شاکله من، این هنر خیلی مرتفعی میخواد. ما داریم تلاش میکنیم در مسیر هنر انقلاب، تقلاهاییست برای تقلا میکنیم و خیلی از کارامون هم، حالا نقاشی خوبیش اینه که یه مقدار به معانی متمایله و اینه. خیلی از رشقاب هایی که ما داریم، قالب هایی که داریم، قالب های سیاسی اجتماعیه. مثلا کاریکاتور نه که نمیتونه معنا رو بگه، ولی وظیفه عمدهش کارکردش کارکرد، یا مثلا پوستر کارکردش چیز دیگه است. ولی خب نقاشی تلاش میکنه به معانی میره. بعد آخه ما یه خدایی داریم که لایتناهیه، یعنی کجاشو نگاه کنی، کجاشو بری سیر کنی. یه مفهومو که میگیری، من یادمه برای اینکه یه دونه تابلو راجع به شب قدر کار کنم، حدود 6 سال من کار تحقیقاتی، کار تفکری، بحث و فلان اینا، آخرش هم یه چیزی کشیدم، ولی معلوم نیست اصلا حالا درسته یا نه. میخوام بگم مفاهیم الهی مفاهیم بسیار عظیم و گسترده‌ایه. ما داریم به طرف نور میریم، ما داریم به طرف یک فضای بسیار وسیع و لطیف میریم. بنابراین هنرمند انقلاب باید جامعه‌شو رشد بده برای آماده بشه برای اون فضا. خب ماها خیلی کوچولوتر از این حرفه. اگه ما مثلا تو دوران انقلاب کارای ما میرفتش توی جبهه، من یادمه
میرفتیم جبهه میدیدیم تو سنگر خط مقدم تابلومون هست، پوستر تابلومون. بله. وقتی کلی هم کیف میکردیم. اون شرایط جنگی تهیج و تبیین فرق. ما الان تو شرایط سختی داریم میریم، جنگ ما خیلی سخته، الان سخت‌تر از جنگ 8 سال است، خیلی سخت‌تره و خیلی پیچیده تره. کار هنرمند انقلاب و مسئولیتش بسیار سنگینه، همونطوری که کار تبیین کننده های انقلاب خیلی. شما نکن تو همین مدت الان این صحبتایی که من به عنوان فرهنگی نگاه فرهنگی کردم، خب شما کمتر میشنوی. خب چرا باید بیایم اینا رو تو جامعه باز کنیم، جامعه بدونی که آقا اگر مشکلات اقتصادی هست، اگر کمبودهایی هست، اگر اختلاسی هست، همش به خاطر نگاه رب آدم بگه که تحملش مثل 40 دیگه، شما سختی میکشی، پا تاول میزنه، ولی نگاه میکنی اون موقع درد داری میکشی، یه نگاه میکنی به حرم همه چی میره. چرا؟ چون میدونی یه بزرگی داره نگات میکنه. ما اگه بدونیم انقلاب خداست، در معیت این انقلاب خداست که هر لحظه داره به ما نگاه، بعدا شما هیچ سختی دیگه اصلا معنی نمیده، مشکل اقتصادی معنی نمیده. همونطور که شما میبینید تو یمن، ببینید چگونه دارن میجنگن، چون که وصل کردن خودشونو به حالا اون اعتقاداتی که دارن، پایبندن و دارن مخارجش هم میدن، واقعا هم اذیت میشه. خدا انشالله کمک کنه که ما هرچی بیشتر با برنامه خدا آشنا بشیم. انشالله اگه با برنامه خدا آشنا بشیم هممون میریم سراغش، خداست، کم کسی نیست. با برنامه خدا من توی لشکر سپاه حق دارم قدم میزنم، من جزو اینم. این خیلی لذت بخشه. هر جا که دیدیم اذیت میشیم بدونیم که از فرهنگ انقلاب فاصله گرفتیم، هر جا داریم لذت میبریم بدونیم که تو فرهنگ انقلاب داریم کیف میکنیم. مگه میشه آدم در کنار امامش باشه کیف نکنه؟ بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم. گفتگو کردم با جناب استاد هنرمند نقاش و برجسته جناب آقای عبدالحمید قدیریان.